سلام كمسك الختام. دعاهای هنگام از خانه برآمدن و درآمدن. به نام آنی که جان آفرید. در این نوار ما خواستیم دعاهای هنگام از خانه برآمدن و درآمدن را آماده کرده به شما پیشکش کنیم. دوستان عزیز، منزل یکی از نعمتهای خداوند می باشد که برای ما عطا کرده است. در خانه ما همراهی عائله خود وقتی بسیاری را می گذرانیم و وقتی که از خانه بیرون می شویم به خداوند دعا می کنیم که تا در پناه او باشیم و هنگام برآمدن از خانه چنین دعا را خواندن سنت است. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. یعنی به نام خدا توکل کردم بر خدا و نیست توانایی و قدرت مگر با یاری خداوند. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که این دعا را بخواند بر او گفته می شود هدایت شدی، کفایت شدی، حمایت شدی، شیطان از تو دور شد. روایت ابو داود و ترمذی. دوستان عزیز، ببینید در این دعا چند فایده برای ما هست. یعنی بر ما گفته می شود که هدایت شدی، راه هدایت را یافتی، حمایت شدی، از آفت و بلاها حمایت شدی، شیطان از تو دور شد. یعنی از وسوسه شیطان دور شدی. پس خوش به حال چنین شخصی که این دعا را خوانده از خانه بیرون می براید. و بعد از آنی که به خانه باز می گردیم پیش از در آمدن به خانه چنین دعا را نیز خواندن سنت است. بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا. یعنی به نام خدا ما برآمدیم و به نام خدا ما در آمدیم و به پروردگارمان ما توکل کردیم. دوستان عزیز، اینها بودند دعاهای هنگام از خانه برآمدن و درآمدن. پس در وقتی برآمدن از خانه و درآمدن بر آن پیروی به سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم نماییم، چون پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشانه دوست داشتنی اوست. پس خداوند ما را بشنو. ما رسول اکرم را دوست می داریم و پیروی او می کنیم و مهر محبت او را در قلب‌های ما زیاده بگردان و در همه کارها پیروی او را کردن بر ما نصیب بگردان و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.